دو عاشق بالاخره به هم رسید. نامزدی عالی انصاری با حسام فرزان، دو هنرمند موفق، مشهور و محبوب. اما حسام فرزان چرا با عالی انصاری نامزد شده است؟ کنسرت‌های دوگانه عالی انصاری با حسام فرزان و نشر تازه ترین تصاویر عالی انصاری با این هنرمند. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب در هنر موسیقی در افغانستان بوده است. چنده می شود نام عالی انصاری در میان هنرمندان افغانی و پاکستانی گل کرده است. عالی انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده و بزرگ شده کشور جرمنی است، ولی بعد از ازدواجش در انگلستان زندگی می کرد. عالی انصاری دارای دو فرزند می باشد، ولی از شوهر اولش جدا شده است و در رابطه عاشقانه و دوستی با حسام فرزان بوده است. این دو مسلک هنری آهنگ‌های بیشماری در این اواخر سرودند که آهنگ آخر ریمیکس عالی انصاری با حسام فرزان مورد حمایت و استقبال گرم مردم افغانستان قرار گرفت. قرار است عالی انصاری با حسام فرزان در عید سعید قربان آهنگ دوگانه دیگر نشر کند. اما بگو مگوهایی که گویا این دو با هم نامزد شدند تا کنون از طرف عالی انصاری و حسام فرزان تایید نشده است. حسام فرزان بعد از تحولات رژیمی در افغانستان در کانادا زندگی می کند و در کانادا هم به برنامه‌های رسانه‌ای با هنریش مانند قبل پرداخته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران عالی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.